با اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. گزارش و رویدادهای اخیر تاجیکستان و جهان را در این برنامه من زرنگیز نوروزشو همراه با همکاران پیشنهاد میکنیم. امروز 28 فوریه است و حالا نگاه به چند گزارشی برنامه. کاتب دولتی آمریکا در اولین سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی همکاری‌های منطقوی و وضع اوکراین و افغانستان را بررسی کرد. اتوبوس سرد و ویران و مسافران گرسنه. شکایت گروه از مهاجران تاجیک که یک هفته باز در راه درماندند. و کودکان دهه مرزی خواجه اعلی که شاهد درگیری ها شدند اولین بار به باغچه بچگان می روند. این یک پیشروی دهه ما، پیشروی جماعت ما و رایان ما می شود. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا با سفری رسمی در استونه قرار دارد. تا این ساعت ملاقات او با رهبریت قزاقستان و وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی در حاشیه 35+1 برگزار شد. انتظار می رود به زودی اظهارات یکجایی شرکتداران نشست صدا دهد. سفر نخستین بلینکن به منطقه که از همپیمانهای مهم روسیه است، سوال و تخمینهای زیادی را به بار آورده است. شهلای گلخوجه گزارش می دهد. روز سه‌شنبه 28 فوریه در استونه ملاقات انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا با وزیران امور خارجه همه 5 کشور آسیای مرکزی در قالب 35+1 دایر شد. در این همایش به مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های اقتصادی، انرژی، محیط زیستی، اینچنین همکاری‌های آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در بخش امنیت توجه شد. همزمان جانب‌ها به وضع اوکراین و افغانستان نیز دخل خواهند کرد. نشست وزیران مفصوم به S5+1 از سال 2015 برگزار می گردد و این یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترکی میان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی تأسیس شده است. در این مدت آمریکا در عموم حدود 2 میلیارد دلار به تاجیکستان کمک ها نموده است. انتظار می رود بعد نشست S5+1 ملاقات یک به یک کاتب دولتی آمریکا با وزیران امور خارجه کشورهای منطقه دایر گردد. اثنای ورود به قزاقستان بلینکن با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه قزاقستان ملاقات کرد. سفر بلینکن به پایتخت قزاقستان و ازبکستان اولین بازدید او از منطقه به حیث دیپلمات ارشد در حکومت بایدن می باشد. این سفر همگی چند روز بعد از سالگرد حمله به اوکراین صورت می گیرد که یک نوع آزمایش نفوذ مسکو در منطقه قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به حساب می رود. روز سه‌شنبه در استونه بلینکن با رئیس جمهور قزاقستان دیدار داشت. قاسم جومرت توقیف که در ماه نوامبر سال گذشته دوباره پرزیدنت انتخاب شد، آشکارا به دعواهای حدودی ولادیمیر پوتین در اوکراین مخالفت نمود. ما از شما و گروه کاری زیر رهبری شما منتدار هستیم که امروز همکارانمان را از آسیای مرکزی در آستانه سرجمع کردید. امروز در ملاقات با وزیران تلاش خواهیم کرد که منطقه را عملاً متحد کنیم، روابط بیشتر و اقدامهای عملی بیشتر داشته باشیم که به فکرم به منفعت مردم سراسر آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا است. با استفاده از فرصت میخوام به ایالات متحده آمریکا برای پشتیبانی استوار و دراز مدت از صاحب استقلالی و تمامیت ارضی قزاقستان ابراز سپاس کنم. کاتب دولتی آمریکا ضمن صحبت با مختار تلیوبردی وزیر امور خارجه گفت که واشنگتن از مستقلیت، تمامیت ارضی قزاقستان و استقلال آن از مسکو را که سال 1991 به دست آمده است پشتیبانی میکند. قرار است بلینکن بعد ملاقات در استانه به شهر تاشکند ازبکستان سفر نماید و همچنین روز 1 مارس برای اشتراک در ملاقات وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو G20 به هند می رود. گروه از مهاجران تاجیک که با امید خرج کم با اتوبوس به سفر روسیه برآمدند یک هفته باز در راهند. به نقل آنها مسافربر هر زمان ویران می شود و در داخل آن به سر و روی مسافران آب می چکد. این وضع مهاجران را که برای سفری 3 روزه خوراک گرفته بودند در شرایط بسیار بد قرار داده است. مومین احمدی با چندی از این مهاجران صحبت و این گزارش را آماده کرد. 23 فوریه راهی کردیم 7 روز می شود.
اما نه نان خوردن داره نه پول داره 7 روز مردم گشنه و تشنه. اتوبوسی که 70 مهاجر تاجیک را از ولایت ختلان بر روسیه میبرد در نزدیکی ولایت سمره درمانده است. این در حالی است که وعده شده بود مهاجران میبایست در 4 روز به مسکو رسند. در راه اتوبوس بارها ویران شده است. مهاجران میگویند داخل آن سرد است و نان خوردن ندارند، زیرا تنها برای 4 روز همراهشان خوراک گرفته بودند. وضع بعضی از مهاجران نگران کننده است. شاو در برفی در بیرون موندگان مردم گیره میکنند. کودکای 1.5 ساله 3 ساله 7 ساله هستند. 2 ساله هم کودک هستند. نان خوردن مردم ندارند. مردم راسچاتی 3 روز وعده کردن، راسچاتی 3 روز گرفتگان. 7 روز شد مردم نان خوردن ندارند. خالمومین حقنظرов با 13 عضو خانواده‌اش از ناحیه جلال‌الدین بلخی به مسکو سفر دارد. نبیره‌هایش بیمار شدند. چیلر که خلق خیلی پرید کرده. آخه بلیط سمنوز پول نیست که ما سمنوز خریدیم. اساساً مهاجران در اتوبوس سفر میکنند که برای خریدن بلیط هواپیما پول ندارند. آنها بلیط اتوبوس را از 1100 تا 1300 سامانی خریدند که چند برابر از هواپیما ارزان تر است. این همین جا اومدیم بلیط گرفتیم، بلیط فرو این همین اینستاگرام فرستاده بلیط گرفتیم 1300 سوم گفت. سومش دادم این همین ازبکستان گذاشتیم دیگه اصلش همین چگونه نگذاشت. مهاجران میگویند این اتوبوس 52 جای نشست دارد ولی در آن 69 نفر را سوار کردند. بعضی مجبورند تا مسکو راست ایستاده سفر کنند. دلوار حقنظرov نماینده شرکت سیری لحظه دنیا که مهاجران را بر روسیه میبرند در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلی تکنیکی پیش آمد و زود حل کردند. او گفت در تجربهشان باری اول است که اتوبوسشان در راه از کار میماند ولی تلاش دارند زودتر مهاجران را به مسکو رسانند. صدها هزار مهاجر تاجیک طریق اتوبوس، قطاره و هواپیما برای کار بر روسیه می روند. اما مثل این گروه مهاجران نه همیشه راهشان هموار است. اخباری آزادی رو ادامه می‌دهیم. در شهرهای کلانی تاجیکستان به سنجش تاب‌آوری بیناهای نوساخت و بلندآشیانه شروع کردند. با فرمانی رئیس کمیته ساختمان یک کمیسیون مخصوص تأسیس یافته است که تا میانه‌های ماه مارس بلندآشیانه‌های کشور را میسنجند و معلوم می‌کنند که تا کجا با زلزله‌های شدید تاب‌آورند. تفتیش در بیناهای گذرانیده می شود که 5 سال اخیر ساخته شدند. ساکنان و متخصصان میگویند این کار باید بر وقت انجام می شد. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش می دهند. گروه کاری ویژه سنجش بیناهای نوساخت و بلندآشیانه را برای تاب‌آور بودن به زمین لرزه شروع کرده است. مقامات تاجیک این تصمیم خود را بعد از زمین لرزه شدید در ترکیه و سوریه اعلام کردند. سالهای اخیر در شهر دوشنبه بیناهای بلندآشیانه قد افروخته سیمای پایتخت تاجیکستان را به کلی تغییر می‌دهند. طبق نقشه کلی یا به اصطلاح گیم پلان باید بیناهای 2، 3 و حتی 4 آشیانه تخریب شده جای آنها را بیناهای بلندآشیانه گیرند. ساکنان از سنجش بیناهای نوساخت و بلندآشیانه در شهر خوشحالند، اما میگویند بهتر است چنین تصمیم قبل از بنیاد بیناهای نوساخت گرفته شود. که باید همین از اول فونده میتونی باید بینن دیده برو که همین مقصد همین برای همین 16 ایتاژ چی میکنه. شهروندان میگویند کاری کمیسیون ویژه باید شفاف صورت بگیرد وگرنه میتواند جانی هزاران نفر را در خطر گذارد. شکایت ها از ساختمان بیناهای بلندآشیانه که بعضاً بی رعایت قاعده های ساختمان بنیاد کرده می شود زیاد به گوش می رسند. اما آنهایی که کار در بلندآشیانه های نوساخت را تجربه کردند با تاب‌آوری بیناها به زمین لرزه تاکید می کنند. پیش استفاده بردن مسئله همه مسئله ها از لابراتوری گذرانده می شوند. ترکیب خاک اول سنجیده می شود، لابراتوری قطعی ترکیب خاک سنجیده می شود که خاک کدام نمود می شود وابسته به خاک بعد پیشنهاد کرده می شود که بنا چی نمود ساخته می شود. مقامات گفتند سنجش بر اساس رعایت معیار و قاعده های شهرسازی گذرانیده می شود. در نوبت اول حالت تکنیکی بیناها سنجیده شده در مرحله دوم گروه تحقیقاتی سفربر خواهند شد. این به کدام خاطر است؟
به اون خاطر است که بسیار بیناهای بلندآشانه استقامتی در آشانه‌های یکم و دوم تا حتی سومش مغازه‌ها مرکزهای معیشی همه چیزا پیش بینی شدگان. بعضی صاحبکارا بعضی صاحب ملکای همون یکم دوم سوم آشانه‌ها اینا بعضی کنسترکسیون‌ها را ممکن دست رساندن در این دوره استفاده برای بنا. استواری همین بنا را همین گروه‌های کاری یک بار دیگه بود دیدن می‌بره که آیا همون کنسترکسیون‌هایی که در دوره کمیسیون قبول بودن آیا هستن یا نیستن یگان دیگرگونی شده است یا نشده است. مقامات میگن مهلت فعالیت کمیسیه دراز مدت خواهد بود اما تعداد بیناهای سنجیده شونده معلوم نیست. همچنین مقامات نگفتند که در صورت آشکار گردیدن کمبودی‌ها مسئولین شرکت ساختمانی را چی جزا خواهند داد. پادگان در کار که خانه سیروشانه اقلا کارکاسش برداشته یک بار هم زوری هم زمین جمعی میشه که استفاده بردن در کار نمیکنن کاری کارن. تحلیلگران این تصمیم مقامات را جدی نمیدانند. آنها میگویند در صورت آشکار شدن کمبودی‌ها مقامات باید ساکنان را از چنین بیناها بیرون کنند ولی در شرایط فعلی تامین آنها با منزل زیست امکان ناپذیر است. سرمایه‌گذاران و اجراکنندگان طرح بین‌المللی کاسه هزار که قرار است با بنیاد خط بلند شدت برق تاجیکستان و قرقیزستان را تا پاکستان رسانند ظاهراً فهمیدند که باید برای تحکیم همسایگی نیک و ثبات وضع در منطقه‌های مرزی برنامه‌های اجتماعی را نیز راه‌اندازی کنند. انتظار می رود چنین انشاءات دشواری‌های ساکنان مرز را سبک کند و همگرایی اهالی در اینجا مدد رساند. خبرنگار منطقوی ما فرزان محمدی برخی از چنین انشاءات را از نزدیک دید و گزارش او را ببینید. در دهه مرزی خواجه اعلی به زودی نخستین باغچه بچگان باز می شود. این دهه از چند طرف با محله‌های قرغیزنشین چسبیده صحنه درگیری‌ها نیز شده است. تا حالا در اینجا چنین مؤسسه برای کودکان تا مکتبی وجود نداشته است. باغچه بچگان دورتر از دهه ما تا جماعتی چارکوی 7,500 کیلومتر راه است. برای همین دانش من به یگان کس رفتگی نیست و بردگی نیست. 4 تا دو پسر دختر 13 تا نبیره. مثلا شاید نبیرهاتون بعضی حلقه مکتب میره ده؟ همش مکتب 3 تاش خواننده. مثلا تو مکتب رفتن آنها علم و فن مثلا نوشتن از کجا یاد میگرفتن؟ خدا ما یاد میته خواننده. دهه خواجه الان نزدیک به 4000 اهالی دارد. از روی لایحه کاسه هزار در این باغچه برای کودکان 2 گروه تشکیل شده جمعاً نزدیک 100 بچه در اینجا به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. یک مؤسسه دیگری آموزشی در دهه مرزی سامانیان ساخته می شود. حالا در اینجا ساختمان ادامه دارد. ماه سپتامبر در آن بیشتر از 200 خواننده را قبول خواهند کرد. شهرداری اسفره میگوید با کمک طرح کاسه هزار چند انشاءات تندرستی و برقرسانی نیز ساخته می شوند. ساختمان نقطه یاری تجلیلی در جماعت دیهاتی سرخ، تعمیر و ترمیم و تجهیزاندن بنگاه طبی شفا لاهوتی در جماعت دیهاتی وارخ و حاضر مسئله یک مسئله هست از سببی که زیاد از 30 اینچه باید وصل کنند در دهه سامانیان. ما رسوی نزدیک من با راهبری نوحی بودکند هم صحبت بودم. ما واخیری میگذارانیم یک جایه با اشتراکی نمایندای کاسه هزار این کارم رسوی نزدیک ادامه می‌یابد. طرح کاسه هزار یک برنامه بین‌المللی است که اجرایشش سال 2017 با سرمایه‌گذاری بانک جهانی آغاز یافت. ارزشش 1 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده. 4 کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان را با یک خط برق به هم وصل می کند. بنا بر گزارش‌های آخر تا حال نیمی برنامه به اجرا رسیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید ولی خبر و گزارش‌های نو را شما می‌توانید از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیگیری کنید. اگر شاهد خبر و حادثه شدید لطفاً با رقم‌های رادیوی آزادی تماس بگیرید. تا دیدار نوبتی خدا نگهدار.